خبر خوبه چه حلقه مرکت ها میری که بیخی بگوی آدم ندیده باشی. نه خود ندیدم سر شب درخواست میدم نمیاری بالا. از قومای هزاره ماستی؟ نه. کجایی هستی خیلی؟ از قومای ما سعید هستم. خودم سعید هستم دیگه. قوم چیه بابا؟ افغانستان افغانی است. که افغانی هستی؟ آره دیگه ما افغانی هستم. توجک هستی، پشتون هستی، ازبک هستی، از ایش پرسان کدام؟ نه چی هستم از سعید هستم. بگذار سعید در کل قوم هست. تو توجک هستی، پشتون هستی، هزاره هستی، ازبک هستی، چی هستی تو؟ الله جمع هزاره میرم دیگه. ما هم اول سر گفتم که نه چرا تیر تا بردی؟ دیگه ما فرق نمیکنه بخاطری که ما یه فکر داره نمیکنم تاجیک هستیم یا پشتو هستیم یا پنشیری هستیم بخاطر اون. یک سوال ای چیزا چی هستن؟ یا تاتوس برو. تاتو؟ اون دیگه چیه؟ نه میدانم دیگه سیاه کدیم. خب برو گمش که سیاه کدی. حالا گوشت چرا غار کده؟ گوشم غار نیست. اینا چی هست؟ از چسبی هست. خب چسبی هست. تو بچه هستی در کجا هستی؟ کجای ترکیه هستی؟ چی کار میکنی؟ خب ببخشید گفتم بچه هستی یا دختر؟ صدای تو بچه میکنی؟ دختر. ها؟ دختر. زن؟ صبر که تو زنگ آمده. دختر هستی؟ الان من دختر هستم یا بچه هستم؟ خب بچه هستی. خب این حال عملای دخترانه را چرا انجام میدی؟ چی عمل دخترانه؟ دمی خودت جواب بده که در گوش من گوش همه سراخ میکنه. یک من سراخ کل مردم گوش سراخ او فقط دختر سراخ نمیکنه. نجی مردم از خدا و راستی میدارم که والا گبانن که ما یک دقیقه گفته باب مردم ولش کو. همین تیک تاک آواز میکنیم دلم از تیک تاک بد میشه. تصویر من گم شد حالا نمیفهم دارم من تصویر تو دارم. خود تو که داری صحیح من ندارم. مردم ما گفتم ولش کو. همین تیک تاک که باز میکنی دل آدم از تیک تاک بد میشه. غیر از افغانی دیگه هیچ که فوش نمیدم دیگه. خب من گفتم جواب خودت بده. حالی کارا را که امی کارا که تو کدای چسبک است یا گوشواره است ایره دخترها میکنن یا بچه ها؟ هم بچه ها میکنم دخترها همه میکنن. ندیده تالا بچه را؟ این چه فایده داره؟ یک چی دیگه یک شوق است دیگه. همی کارم از فوش دادن همی جفانی ها کده که همی کار بهتر. باید که مزاحمت باز با گپ نمیشه. کجا هستی برو؟ کجای ترکیه هستی؟ ولایت بلو. ولایت بلو. من تازه آمدم. یک سال یک نیم سال میشه از ترکیه آمدم. 2 سال ترکیه بودم. کجا هستی دالا؟ حالا سویدن هستم. آمدم 1 سال یونان ماندم. بعد 4-5 ماه میشه سویدن آمدم. بسیار خوب بسیار خوب. خدا یارت و تندار مگم این کارهای را کدای با یک بچه البته کسی که صفت مرد داشته باشه از بنده نیست. بوده که گوشت کار خودت از دیگر خارج رفته بچهش همه نکنه اینا اشکال نداره برو. مقصد نمو که میگه بچه از ما بالا شده بینیگه کش بالا شده سی چطوری دیگه حالا شما بیرون رفته است زیر قید قانون مقررات اسلامی و زیر قید
قلم پدر و مادر بیادر کلان از یا گوشه هستی دیگه نه دستو میرسن از اولشان نه گپشان فایده خب دیگه خب دیگه نجیب جان پس میکشم اگر بعد است میکشم والا ما خو میگم بعد از اگر بکشی خب بیخی دیگه فکر کو که سوانا رو میکشم اینایش پاک نمیشه گفته از بچه اینایش من کارم است به خاطر کارم میداره تو از گپ نفر پیشتر یاد گرفتی نه من کارم نیست من این تطور ترکیه زده بودم کلا تو خبر داری که مثلا حمام کنی غسل کنی تو پاک نمیشی میفهمی؟ چرا برودیر ازت سوال کنی مثلا نمیشه تطور مثلا زیر پسته ولی پست نیست اشکال نداره زیر پست کمان مشکل داره خب بالای پست که بود گم میشه بونیش نگاه تو برود خب تو الان مثلا چاپک میزنی مثلا تو در پست بالا میرسه درسته؟ من نمیزنم بعدی زیر پست تو پست داب میرسه دیگه اشکال نداره زیر پست رفته کدام ملابطه گفته اشکال نداره در کدام کتاب همین دارم دیگه همین گفته است همین ملاها نسل ترام همینا گفته دیگه کی پدر مادرت در ارتباط هستی بیادر کلان که در ارتباط هستی امیر رقم گپ زدی کشان نه دیگه خب پدر مادر چی دروغ بگم اونا اجازه نداد بیا خودم زدم دیگه درست داشتم خیلی تو پس با قول کتاب دیگه اولاد پیش از پدر و مادر هستی نه؟ نه دیگه اونجوری هم نه مثلا بدون اجازه اش زدم دیگه اونا در افغانستان بود دیگه که زدم بعد خار شد گفت چرا این کار کرده گفت مالا زدم دیگه چی کار کنم گفتم پاک میکنم چرا پاک نکردی یعنی یک سال پیش شد خب دیگه زدم دوباره پاک میکنم خب کار خودت از مقصد از ما که سوال کردیم ما خب میگم گوشوره مشوره طبقه با صفت یک بچه اگر نکرد به طوری دختر هستی و کارهای دخترانه میکنی خارج از هم کار خودت هست سم سیده سه منزلش پیدا کنی خطره کسایی معلوم نمیشه اما صفت رو هم معلوم باشه میکشم برود میکشی یا سه منزلش هم میگیری نه میکشم هر پس تو گفتی میکشم خلاص دیگه تو مقصد تو نشه که حالا در لایف ایجا گفتی یک وقت دیگه در کدام لایف مای فدگر بینمت که با گوش مرد اگر میگم مرد لبز هست همه تو خب دیگه پس نبار لایف آوردی دیگه نباید در گوشم باشه دیگه چی کار داره خدایارت نه دیگه ای در لایف نه بی لایف وسط کنش دیگه فکر کو که بچه هستی فکر بچه را بکو دیگه نزن نه چسب کن چرا بچه هم میزن الان داخل اروپا کل بچه ها داره اینجا بد است ما بگویم یک نفر حالا نه افغانی هم میزنه تو افغانی هم میزنه یا خدا تو بکردیم بعد کردیم اینجا لایف هم مردم هم حالا یک آدم یک کار رو بعد دگام میکنه تا میکنی خیلی بچه ها میزنه نه ویش هم درست یک نفر میره خود از سری کن تا میزنه نباید نبارم خود تا بزنم ویش درست حالا زدن خیلی مردم بسیار کارا رو میکنم ما تام بریم بکنیم بسیار بچه دوست یست باور دارم تو باشه میکشم برود خواهمه حالا به کسی شگر کشیده نیستی باشه بیا الان میکشم سگت تکانی نداری در رشوته یادمون پرداش با میگوی سوراخ نسوخ چند سوراخ بود است آیا بکشی سوراخ هستی چطور میشه باز نگی که نکشه خدا یارت ولی همی قول قرارات که دیگه نه سه منزلش نه چسبکی شاید رقم شبان دوی نکشیدم دیگهش مانده دیگهش هم میکشم برو کدام سنگ قیچگه که نداری دی مایدهش که گمش کن نه دیگه باز گوش مایده میشه نه گوشت مایده نمیشه ما که گوشواره را کشیدم دیگه تطور نمیشه دیگه تطور امشالله پردار شدم پاک میکنم وطن خود دندانه که بکشی پیش دکتر میگن در کاغذ ماغذ دو پیچانش یک جای بانش که زیر پای نشه یا چطور یا چنان
خدا یارت ما وقتی دندان ما کشیدیم سر یک سنگ ماندیم دیگه یک سنگ کلان گرفتیم زدیم بادش کردیم که سر درد نکردیم. اشکال نداره بابا، آدم خود آدم خوب باشه دندان چی میگه. من تو در لایف دیدم خوب مثلا فوش میدی نفر ولی مقصر کار خود نیست، طرف فوش میده تا فوش میده دیگه حالا همون کارم بند کردیم اونو میجه 1000 تا 2000 که اونو میجه مسیج اولش تو باشی که مادر خوار گفته اکثر دو نوشته کنید بدت نمیخوره بابا چی در دوله آشغالی رایج میکنم اونجا 3-4 تا دوله آشغالی هست منزل پایین از اینجا میزنم داخل تیک تاک رو باز کنیم پشت هم دیگه ویدیو درست میکنم دیگه را فوش میده که تو اینجوری هستی، تو تاجیک هستی، تو هزاره هستی، تو ازبک هستی. خواه کل کار اخ کردی بچهش بگم کلای تا یک دفعه پس یک کلارم پس میکنم برو خدا یارت مگم دایی بچه تو چندین جا را تو بچه بیسر کردی به خدا دیگه کجا رو بسر کده رول هوا چند خط کمرک بغلک بگویی که کوتل گندمک است یا کوتل تیله اینجا تا مگم خواه دیگه اینا رو کم نکدیم تازه از باشگاه آمدم بعد از عمومم نکدیم سروج موی بخرم خوب بسیار خوب خدا یارت باشه وطن دار خوش شدیم که شکر جور هستی من آفیت آدم معلومدار باشه قومیت آدم خب من تاجک هستم که زیر دارم که ببرندم بگوین پشتون شو ازبک شو هزاره شو نمیشم آفرین تا بالای مام جایی که ولو که نمیالا بگوید تو را قبولی امریکا را میتم چی تا نوشته کو دیگه گفته تو زیاد چیز نمیکنم که تو پشتون هستی تو تاجیک هستی هر جا ما افغانی هستیم دیگه بله خدا یارت مقصد دیگه اینمی گفتنی آخری ما که خدا کنه که در آینده فکر اینمی گپایت باشی که کارهای دخترانه رو نکنی دیگه باشه باشه دمت گرم خدا یارت چیزی گفتنی کاری که به طرف داری فرمایش داری هر چیزی داری بفرما دیگه چیزی گفتنی ندارم چیزی در میزید لایف هم قصد بینید دفعه همهشان در تیک تاک هست فوش هم دوام اینا میزنه اینا گفتنی دارم آدم باشید غیر از شما افغانه دیگر نه عرب فوش میده نه ایرانیش فوش میده نه امریکاییشی غیر از شما هیچ که فوش نمیده خدا یارت در مدرسه میره بخواه در مدرسه میره من نفران فوش میده یک دفعه نگاه میکنم از این طرف صدای از تو آمده ما خدا دارید نمایش بدگاه سعیز مشکل ندارم نه او چیز خود به خاطر که مشتری خود بیشتر مشتری ها که میآید از رنگمون نگاه میکنه که چه قسم است به خاطر همین دیگه کلا داخل مغازه کسی کلگیمو رنگ میکنه ما خوره درست گپ نیست یک سوال بود البته ببخشی وطن نه زنده باشی تو گپا نیست شابور یک گفتنی دارم برای والا خدا یارت که اگر از تیک تاک خبردار باشی که نزدیک یک 3000-4000 پیج به نام تو درست شده همیشه گپای میزنن همیشه دوای میزنن تو رو ولی بازم خدا یارت که چی نمیگی ما هیچ کل سمه بینم حالا فلانی هستم چهره پرخصه هستم جند چهاراسه هستم دادی کوته سنگی هستم فلان هست بستان هست اونجا اعلان کرده خدا میرن اما فایده نداره 1,000,000 است که دیگه شام بجد کنم ما در قصهش نیستم هر وقت ما رخ در رخ سر خوردیم البته در وطن در کشور مردم نه اینجا جایی هست که نه خدا باید وقت میکنیم نه یک آدم دکره این وطن اگر دوری میبودیم چند نفر مرد شده بودیم یا مرد شده بود نفر نه در کشور خارج جای جنگ و جنجال نیست و جنگ کردن نامدیم خب بالاخره بازم گوش کو همیشه گوهم یک فیلم از خجونک مگو ما از خود دفاع میکنیم ما جنگ نمیکنیم خب
ما دست سر کس یک دو قفاق چهار قفاق یک نفر هم حوصله میکنیم. اگر دیدیم که بازیت شد ما میدیم که نه این گفت دلش بیتوری نبرآمد و او وقت کپ میزنیم که در غیر از این کسایی که سزاوار همچا جواب برشان داده شود یعنی کسایی که لایق هم تو نصیحت کردن و یک عکس العمل به نشان دادن اصلا او را کشان او خطشان زده است این اروریش که پیچ جور کرده است ویدیو میپرته و تا میگو بالا میگو خیر مشکل نداره کم قربانشان یک نفرایی هسته که تا دیروز کسی جواب سلام او را نمیداد از صدای تو از ویدیوهای تو همیت خود مشهور کردن کالی نفرها را آدم حساب نمیکنه بفهمی چی میگم اما خب میگو خیر از هم مکره گنده تر و خوردنش بالاتر دیگه میگو ملا را در بین میمونن جای خانه قاضی پرته یا ما آدم کم اصل بین اصب زود خدا گم میکنه بسیار زود رای خدا گم میکنه همی اشکمش کسیر شد آجل زیگو که دو زد یادم یعنی میدان خلاصه یک بعد بیرا را انجام داد آدم کم نصب از زود آدم میشناشه زود خدا رسوا میکنه طرف تریزه میکنه کپیت سعید شابور جان خود چی کارا میکنی؟ چی اول داری؟ والا خدا را شکر است ما چند وقت کار میکردم حالا بیکار هستی خوب زور باشی برو جان یک دینه تشکر که بالا آوردی قربانت گپ زدیم سلامت باشی بخیر باشی بخشش باشه ما در گپ زدن کم ضعیف است ما نمیتونیم سعی خودم مشکل نیست نزدیک نیستی دست بخوری جور نیستی گپ از گپ زدن ما شاید فهمیده باشی ولی ما نمیتونیم من برلسان یک گپ دیم هم مطلبش هم میگرم خودت بیخی صاف و پاک گپ میزنی مشکل نداره زنده باشی جور باشی قربانت سلامت باشی شبت خوش خدا نگهدار همچنین خدا نگهدار خدا علیک سلامت هم دار از ما را قبول خنده کده بخند سلام علیک سلامت هم دار از ما را قبول پیشه بود اگر نوبت باشه نوبت هست بچهش تو عکس نداری نه جواب بده مرا آره میاشرن کلاس آفرین اول سلام شب رو جانم هستی بیار بالا زنگ بزن عکس عمر صاحب مانده ولی از زیاد کسا عکس عمر صاحب میمونه دو داشتم میزن در اینستاگرام بود است همونطور در واتساپ بود است همچنان در مسنجر خیلی مردم ها می کار کرده ما ببینم که تو چی میکنی میخوام درباره مثلا سیر شدیم ها اوکی نکردی؟ برو دیگه که خودت اوکی نکردی و کار خودت هست کار ما نیست علیک سلام خدا را شکر از خودت خوب هستی آرامیز جان و جوره نمیشه اوکی میکنم